سلام بینندگان تلویزیون پایتخت، برنامه نوبتی طبیب تیب طبابت چون هر دفعه در همین ساعت به شما پیشنهاد میگردد و از محترم مولا ظاهر طاهری این دفعه خواهش میکنیم که نسبت بیماری پیشگیری و طبابت بیماری گزک شش به شما معلومات داده باشند. مرحمت. تشکر زیاد. البته چخیلی که ما از صحبتی گذشته درباره بیماری‌های شش بعضی معلومات دادیم. گزک شش یا که پنیومونیا استادی استریم بود و کرونیکی هر یک بیماری که طول 3 ماه زیاد دراز میکشد علاقه به بیماری‌های کرونیکی حساب کرده میشود، گذاشته میشود و بیماری پنیومونیا سببگارش بیواسطه میکروب‌ها هستند. مثلا پنیوموکوک، استافیلوکوک، سینگونوین پالچمگون نمودش خیلی زیاد هست و این بیماری یک بار خیلی حرارت بدن بلند میشود، بیمار نفسگیریش کم میشد، ممکن بعضا درد پیدا میشد، خروج میکند. این دوره حتما دوره گوسپیتالی میگویند باید حتما در بیمارخانه طبابت گیرد و از نظری طبی برای تحقیقات کردن عکس رنگین میکردن، آنالیزهای خون گرفته میشود. امروز با دیگر طرزهای تشخیص است که این را معاین میکنن و درجه اولی طبابت این حتما باید در بیمارخانه باشد. و حتی که بیمار در بیمارخانه طبابت میگیرد البته دکتر را در آنجا آنتیبیوتیک‌های تعیین میکنن، داروهای ضد حرارت، یعنی گویم برای پست کردن حرارت، بلند کردن ایمونیته، تازه کردن خون، هر خیلی داروهای استفاده میکنن و از طب مردمی باشد برای این بیماری ها مثلا ما میگوییم که مات مچیخه با زبان روسی سپلی شتر هست که خیلی زیاد استفاده میشد. اون همچون بالغمرون همچون زیدی سولفا استفاده میشد و یک قاشقی باید میگیرید در 250 گرم آب یا 200 گرم آب آمیخته کرده دم کرده میمونید، بعد همونو میتوانید 2 مرتبه نوشید. البته این پروسسی همون سولفا کم میکند، یاردم میکند. خیلی که ما گفتیم استفاده چوکولا، شیرین بیا. بعد رسپت های مردمی هست که بسیار آدم ها میگیرن، مثلا اصل 100 گرم اصل، 100 گرم سوک چسنوک، 100 گرم روغن ساک، بعد 100 گرم سپیرت آمیخته کرده با یک قاشق 3 مرتبه میتیان. و رسپت دیگر هست که مثلا 400 گرم پیاز شما از میاسه روبکو میگذارید، بعد در 1 لیتر آب میجوشونید، بعد جوشوندن 1 قاشق اصل میاندازید، بعد همین هم 1 قاشقی یا 2 قاشقی استفاده میکنید طولی 2-3 هفته که این هم همچون کمک میکند برای طبابت کردن چیز گزک شش. استفاده میبرن مثلا از بانکه ها، از گرچشنیک به واسطه یاد ست که میگن یاد استفاده میبرن که همچون یاد رساس بشی استفاده کرده میشد. در این حالت پروسسی طبابتی تیزانده میشد و بیماران تیز شفا مییابند. استادیهای گوناگون طبابت هست. مثلا وقتی که ما گفتیم در مد اول باید حتما در بیمارخانه، بعد برای بیمار میتواند که علاوه مساج گیرد، بانک گیرد، استفاده با همون کمپلکس اوپراژنین ها، مشق ها، اینها در یک جایگی پروسس طبابتی میتیزانند، سبب تیز شفا یافتن بیمار میگردد. تشکر. بیننده محترم، باز میگم که این بود توصیه های مولا ظاهر طاهری نسبت پیشگیری و طبابت بیماری گزک شش. در همین جا برنامه ما به انجام میرسد. خیر تا وقت آینده سلامت باشید.